سلام بیننده عزیز، برنامه خبری و تحلیلی رادیو آزادی را من مومین احمدی گردانندگی میکنم. امروز 28 دکبر است. سرخط خبرها. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در حال زار مهاجران از جمله اعضای حکومت را هم گناهکار کرد. من در این البته که شک میکنم که حرفا صمیمی بودن. خودی آقای رحمانوف هم نمیدونم صحبت شاید باشد اقرار کردن که از بالا تا پایان مسئولین همه در فکر نفسی خود هستند. هواشناسان میگویند سالی که نکوست از زمستانش هویداست. اندازه‌گیری قبط برف و پیریخ‌ها برای تشخیص ذخیره آب ضرور بوده است. سپس درباره نخست نمایش فیلم مشترک هنرمندان تاجیکستان و ایران گزارش میدیم که شاید به جایزه اسکار پیشبری شود. موضوع اجتماعی دارد، یک قصه دارد در اطراف بچه‌هایی که بیماری سرطانی هستند. امروز 28 دکبر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در پیامش به پارلمان از وضع سیاسی و اقتصادی کشور گفت. پیام پرزیدنت این یک نوع حسابات به پارلمان و مردم از کار حکومت است. امامعلی رحمان به فرق از سالهای گذشته امسال در پیامش از وضع ناگوار مهاجران کاری تاجیک گفت. او گفت شرایط مهاجران را نقض می‌داند. برای یوسفی و علیشیر ظریفی در این باره گزارش دارند. وکیلان محترم، در نتیجه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 28 دکبر در پیامش به پارلمان از وضع مهاجران کاری، تربیت عالمان متخصصان، فرهنگ تربیت، نارسایی متخصصان، ایجاد مانع در تحصیل دختران و چند بخش دیگر اظهار نگرانی کرد. او وضع مهاجران کاری تاجیک به خصوص زنان را تشویش‌آور عنوان کرد. شرایط شخصا شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجی را در خارج کشور نقض بدانم. برای ما شما عیب نیست. نه ای که مردها، زنهای تاجی، بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم. صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر. اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. رئیس جمهور نگرانی کرد که تاجیکستان ذخیره بزرگ معدن‌های مختلف دارد، اما متخصصان حرفه‌ای در این بخش کافی نیست تا این ذخیره‌ها آموزش و کارکرد شود. گفتن که معارف من با تمام چقدر پولی که باید لازمش باید ما به معارف بدیم، به ساحه ترقیات علم دیم و همچنین از ساحه علم کمتر تنقید کردن که متخصص تیار نمی شود. در برابر ایراد و انتقاد رئیس جمهور کشور از کاهش میزان کمبزاعتی رشد اقتصاد توصیف کرده، همچنین خبر داد که معاش کارمندان بودجوی در سال آینده 40% و نفقه 30% بالا برده خواهد شد. در محور همه موضوعهایی که پرزیدنت مملکت با علاهیدگی بسیار مفصل تحلیل کردند، موضوع اصلی شایستگی انسان در جامعه و فراهم آوردن شرایط زندگی شایسته برای انسان، فراهم آوردن محیط مناسب برای کار فعالیت انسان می ایستاد. اما شاکر جان حکیموف تحلیلگر تاجیک بر این است که پیام امساله پرزیدنت تاجیکستان مثل سالهای گذشته خصوصیت حسابات حکومت را داشت که این مطلقاً نادرست است. موافق مقصد می بود که با در نظر داشته امکانیت و شرایط‌های اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان، اقتدار حربی و دیگر فرصت‌هایی که تاجیکستان ما در حال حاضر دارد با 30 دقیقه پیام محدود می‌شد و با دو سه مسئله‌های مبرم سیاست داخلی و خارجی متوجه شده وظیفه‌های اولین درجه پارلمان در همکاری اجتماعی با مقامات اجراییه اعلام می‌شد و اینچنین جهت اصلاح علت‌های بوده که خود پرزیدنت اقرار شد تدبیرها می‌اندیشتند. معمولا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان درباره فعالیت‌های گذشته و آینده حکومت صحبت می‌کند. امامعلی رحمان در پایان هر سال پیام‌های سالانه‌اش را به پارلمان و مردم ارائه می‌کند.
маъмулан баъди паём дар сохторҳои давлатӣ баъзе тағйироти кадрӣ сурат мегирад. ин сол маълум нест ки чӣ тағйиротҳое дар назар аст. فعالان مخالفین که پیام پرزیدنت به پارلمان را تماشا کردند میگویند ظاهراً امامعلی رحمان از وضع کشور به خوبی آگاه است ولی برای اصلاح تلاش نمیکند. ابتدا گوش دهیم به واکنش محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. امامعلی رحمان تلاش کرد که با استفاده از این جابجاگذاری رقم‌ها و مقایسه وضع امروزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاجیکستان با سالهای جنگ یا حتی با سالهای شوروی به اهالی، به مردم، به شنوندگان، به پارلمان این تصور را به وجود بیارد که گویا تاجیکستان در همه سمت‌ها پیشرفته ایستاده است. امامعلی رحمان در تمام پیشرفت‌های کشور سهم خود را می‌بیند و در تمام مشکلات و کمبودی‌ها دیگران را گناهکار می‌کند. حتی مثلا در قضیه مهاجرین که یکی از مسائل داغ‌ترین جامعه ما هست، فقط با این اکتفا میکند که من از مشکلات مهاجرین آگاه هستم. خب از مشکلات مهاجرین تاجیک همه دنیا آگاه هست، نمیتواند که پرزیدنت کشور آگاه نباشد. اما با این سوال جواب نمیدهد که برای بازگرداندن مهاجرین تاجیک به وطن چی برنامه دارد. سهراب ظفر رهبر حرکت ممنوع گروه 24 نیز به پیام پرزیدنت تاجیکستان واکنش کرد. آقای رحمانوف در مسئله مهاجرین حرف زدند و خصوصا ناراحتی ایشان در اون بودن برگرداندن جسدهای بیشمار هموطنان ما. من در این البته که شک میکنم که حرفات صمیمی بودن. خودی آقای رحمانوف هم نمیدونم سهوا شاید باشد اقرار کردن که از بالا تا پایان مسئولین همه در فکر نفس خود هستند. تجاوز روسیه در خاک اوکراین که شهروندای خیلی زیادی ما را در اونجا نه تنها همه میل دارن بلکه مجبوراً سفربر میکنن، در اونجا استفاده میبرن. تا حال رئیس جمهوری کشور هیچ باری حرف نزد و مسئولین کشور هم حرف نزد و تا حال دست به کار نیستن. گویا چیزی نمیبینند و نمیشنوند که تقریبا همه روزه جسدهای هموطنان ما از جنگ روسیه و اوکراین انتقال داده می شود به کشور. از همین سبب من شک دارم که حرفا در این نقطه صمیمی بودند. بینندگان ارجمند، اگر شما هم درباره پیام سالانه پرزیدنت تاجیکستان و یا واکنش‌های داخلی و خارجی به خطاب امامعلی رحمان فکر یا نظری دارید، در زیر این برنامه شرح خود را نویسید. همچنان شما می توانید نظر خود را در صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نشر کنید. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را با گزارش جالبی که به سرنوشت ساکنان کره زمین تأثیر دارد ادامه می‌دهیم. برای کشورهای خشک و گرم مثل تاجیکستان اندازه‌گیری و پیشبینی مقدار برف و آب در کوهستان‌ها فوق‌العاده مهم است. در امریکا که مثل تاجیکستان مردم زیادش از آب پیریخ‌ها استفاده می‌برند، اصول‌های نوی اندازه‌گیری استفاده می‌شود که به اداره درست و با ثمر ذخیره‌های آب مساعدت می‌کند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیومرثی عطا تقدیم می‌کند. کوهستان کلرادو که ریزش برف در آن در 20 سال گذشته فوق‌العاده کم شده است. عاقبتش هم آبی کمتر برای این منطقه خشکی امریکاست. نوآ مالوچ پژوهشگر پژوهشگاه مسائل آرکتیکا و آلپ در کلرادو است. در ایالات غربی امریکا منابع آبی آشامیدنی 60 میلیون نفر از برف و پیریخ است. مالوچ ابزارهای آنلاینی را به کار میبرد که اندازه آبی را پیش بینی میکنند که از برف حاصل می شود. رنگ کبودی تیره نشان دهنده برف زیاد و کبودی کم رنگ برفی کم را نشان می دهد. تیم مالوچ با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای، مدل‌های کامپیوتری اندازه‌گیری در محل پیش بینی حجم آب در رودخانه‌ها را دقیق تر کردند. این اطلاع برای مدیریت مجرای آب در نیروگاه‌ها از جمله جمع کردن یا کی سر دادن آن فوق‌العاده مهم است.
وقتی پیش بینی دقیق تر می شود، استفاده آب هم باثمرتر می شود. یعنی شما آبی زیادتر به شبکه‌های آبرسانی سر می دهید. اصول دیگری اندازه‌گیری قبط برف از هواپیماها است. اصول آژانس کیهانشناسی آمریکا است که اجازت می‌دهد قبط برف را با لزر از آسمان اندازه بگیرند. وقتی قبط برف تابستان را اندازه می‌گیرید و از اندازه برفی که زمستان بود کم می‌کنید، قفسه عمیق برف معلوم می‌شود. از اندازه‌گیری دستی قبط برف هم اطلاعی ضروری به دست می‌آید، ولی پژوهشگران برای این گونه اندازه‌گیری نه همه جا رفته می‌توانند. با تغییر اقلیم و کم شدن آب رودخانه‌ها، پیشبینی ذخیره‌های برف و آب که زندگی مردم زیادی به آن وابسته است، مهمتر و حیاتی می شود. سینماگران تاجیک و ایرانی تصمیم دارند فیلم مشترکشان را برای دریافت جایزه آمریکایی اسکار پیشنهاد کنند. فیلم هنری میلودی یک قصه تمثیلی اجتماعی است که به سرنوشت کودکان گرفتار سرطان بخشیده شده است. همکارم ارشاد سلیمانی این فیلم را تماشا و در گزارش خلاصه کرده است. فیلم هنری میلودی محصول مشترک ایران و تاجیکستان که اخیراً 25 دیکبر نخست نمایش سطح ملی آن در کاخ نوروز دوشنبه برگزار شد، از سوی سینمای تاجیکستان به جایزه اسکار در جشن 2024 می رود. این فیلم از ساخته‌های مشترک شرکت تلویزیونی نمای ایران و تلویزیون دولتی سفینه در تاجیکستان است. در فیلم هنرپیشگان تاجیک ایرانی مشترکاً نقش بازیدند. سفر حقداد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان که در این فیلم نقش رئیس یک دهه خیالی تاجیکی را در مازندران بازیده است. از این چی خوش شدیم که بدون یگان مثلا دخالت به موضوعهای سیاسی و اجتماعی، گرچنده این یک تمثیل اجتماعی است، در شکل یک در نتیجه فیلم تمثیلی یک فیلم تمثیلی است که موضوع اجتماعی دارد، یک قصه دارد در اطراف بچه‌هایی که بیماری سرطانی هستند و همه چیز تابع اون شده. قول میدم. میلودی فیلم هنری تمثیلی و فلسفی و شاعرانه است که عمدتاً در یک دهه جنگلی مازندران ایران و پاره از آن در قلعه حصار تاجیکستان تصویربرداری شده است. قهرمان مرکزی آن جوان دختر با نام میلودی به دنبال درمان کردن کودکان گرفتار بیماری سرطان توسط موسیقی است. صاحبیار طالب، کارگردان جوان، در مورد ارزش هنری فیلم میگوید که این یک فیلم سینمایی است که این گونه فیلم ها دایره خاص بیننده خود را دارند. که هر قدر ما با دیگر با سینمای جهان توجه زیاد داشته باشیم، سینمای ما پیش می رود، ولی اون تأثیری که سینمای ایران با ما گذاشته میتواند در رشد سینمای تاجیک، این تأثیر رو دیگر جا رسانیده نمیتواند. میلودی با سرمایه گذاری بیشتری جانب ایران و سهم گذاری تاجیکستان ساخته شده است. تا کجا شانسی صاحب اسکار شدن این فیلم وجود دارد، خود تهیه‌گران هم پیشگویی کرده نمیتوانند. در تاجیکستان تجربه ساختن فیلم‌های مشترک با ایران در زمان استقلال رسم شده بود. اما در سال 2015 پس از سردی روابط میان دوشنبه و تهران، همکاری‌های فرهنگی نیز به سطح صفر رسیده بود که حالا فیلم میلادی آغاز احیای کارهای سینمایی دانسته می شود. ماموران کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در ولایت جلال آباد 2 نورس 16 ساله را دستگیر کردند که به آمادگی به حمله تروریستی متهم می شوند. در خبرنامه کمیته از 28 دکبر گفته شده است که آنها روز 25 دکبر بازداشت شده به عضویت در شاخه خراسانی گروه تروریستی دولت اسلامی گمانبر هستند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای نو با عکس و ویدیو هر ساعت در سامانه رادیو آزادی نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.